آیا زن میتواند نسبی همسرش را گیرد؟ نه، اصلش این برای ما از دیگر ملت ها میراث ماند. اصلا این نسب چیزی تغییر میدادگی نیست. نسب مثلا فلانی پسری فلانی، فلانی دختری فلانی، اون نسب باید بیستد. بنابراین ببینید بعضی زنهایی که شوهر کردن به نام شوهر گذاشته، سپس اون شهادت نامه‌ای که از مکتب گرفته بودن به نام نسبی اصلیشون است. دانشگاه ختم کردن که به نام شوهرش، نسبی شوهرش که ختم کردن، یک کار میشد و جدا میشن و دیگر کس شوهر میکنند و دیگر کس شوهر میکنه، نسبی این نمیگیرند. این بازی در نسب است. بنابراین احترام نسب یکی از مقدسات پنجگانه‌ای که شریعت با آن آمده است. بنابراین زنا را حرام کرد، بنابراین خیانت به مردم را حرام کرد، چون که این نسب، شرف، ناموس، این چیزا مثل خون است و این چنین یک آدم الله تعالی من کرد که به غیر پدرش خودش نسبت دید. من پسری فلانی گفته، پدرش نیو دیگر کسی گفت، حتی لعنت کردن آن آدمی که به غیر پدرش خودش را نسبت میدهد. ادعوهم لآبائهم. حتی الله تعالی هم گفت که شما پسرخواندها را در زمان پیامبر صلی الله علیه و مردم پسرخواند میگفتند، خاصتا کسانی که پسر نداشتند یک پسری یگان کسی میگرفتن و به نام خودشان نسب میدادن. الله تعالی اینو بیکار کرد، گفت که ادعوهم لآبائهم هو اقرب للتقوى. هر یک فرزند به نام پدری خودش ندا کنید، فلانی پسری فلانی گوید، این است به تقوا نزدیکتر. و گفت که کسی که یعنی فرزندی کسی فرزندی من میگود یا کودک خودش من پدری من فلانی میگود، ذلك منکر من القول و زورا. این سخنی منکر گفت، سخنی بسیار زشت، زورا دروغ گفت. دروغ، واقعا دروغ است. بنابراین دخترها باید وقتی شوهر میکنن با هم نسب خودشون انسدان گیرن. اون نسب چیزی تغییر ناپذیر است. دختری فلانی فلانی پسری فلانی. مثلا فاطمه دختری محمد صلی الله علیه وسلم، محمد پسری عبدالله میخل میرد. نه تغییر دادن ممکن نیست. این اصلا عادت نصرانی ها و عادت غیر مسلمان است.